آنجا که سخن از سینمای بصیرت به میان می آید و ارزش‌های نظام بر پرده نقره‌ای جلوه‌گر می شود، ناگزیر باید سراغ آثار درخشان مسعود دهکپکی برویم. همان فرانسیس فورد کوکاکولای نظام که با فیلم‌های کپک زده خود از قبیل اخراجی‌ها و وراجی‌ها و قراجی‌ها و کامباجی‌ها و قس علی‌ذالک بابای ژانرهای هالیوود را درآورده است. همزمان با تمدید مذاکرات اتمی و چشمک و چراغ‌های مکش مرگمای ظریفان نظام به شیطان بزرگ بران شدیم که به معرفی یکی از شاهکارهای فرهنگی دهکپکی بپردازیم. اخراجی‌ها شماره 3. حتما براتون این سوال پیش اومده، ماجرای عکسی که در پشت سر ما می‌بینید چی هستش؟ در واقع ما به دنبال افرادی هستیم که داخل این عکس‌ها هستن. کسانی که شاید در کوچه پس کوچه‌های شهر شما باشن. عزیزانی که یک روز باعث افتخار و سربلندی ما بودن و متاسفانه الان در گذر زمان به فراموشی سپرده شدن. پس با شما هستیم با یکی از این چهره‌ها. همانطور که این اختر کماندو یا مجری مبلغ حجاب برتر گفت، می‌خواهیم برویم و ببینیم بسیجیان توسری خورده‌ای که روزگاری در جبهه‌ها می‌ترکاندند یا می‌ترکیدند اکنون با ارزش‌های نظام چه می‌کنند. در ابتدا با حاجی گیرینوف آشنا می‌شویم، همان سردار اخلاص و اختلاس، همان سلاله چاغاله برخاسته از تبار آقا روح الله. بله، نمیدونم ولفجر 30 بود یا 40، الان درست یادم نیست. هممون پشت میدون مین گیر افتادیم. باید یه مرد از جونش میگذشت و میرفت تو میدون و راهو باز میکرد. همه ترسیده بودن. خب بالاخره جونه دیگه، بادم جون که نیست. داره دیر میشه، بچه ها قتل عام میشن، یه مرد میخوام که راهو باز کنه. نمیدونم چرا برادر مرتضی خودش نرفت. من یه نگاهی به خودم کردم، یه نگاهی به مجید سوزوکی. گفتم یکی از ما 2 نفر باید احساس تکلیف بکنه و این راهو باز بکنه. اون موقع مجید جزو برادرها شده بود، یعنی متحول شده بود. باریکلا خدا رحمتش کنه. معبر باز شد. ایشالله همه با هم میریم زیارت. برادر مرتضی شما که وقتی بریم کربلا زیارت چرا این راه سختی انتخاب کردی؟ میرفتیم ترمینال راحت بلیط میخریدیم، با اتوبوس میرفتیم. راست میگه ها. دریغ و افسوس که این راه حل به ذهن امام راحل نرسید. ماست بخوری دهکپکی، اگه زودتر گفته بودی امام از ترمینال میرفت کربلا، زهرم نمیخورد. این نشان میدهد که تمدید مذاکرات چگونه مخ دلواپسان را به کار انداخته است. عباسا جدول بندی کردی، ریشت قبول باشه. میگم قسمتت نشد با ما جیپه بیایی، بعد نشد با حاج آقا یه میدون مین تو رگ زدی. الحمدلله صلاح بر این بوده، اصلاحات کرده. اصلا خوبه، بدم نیست. آفرین، همراه با مردم، همگام با مسئولین. خیلی خب بچه ها گوش بدین، من دیگه نامزد شدم. مبارک به هم میاین، منزل عوض کردن. منظورش نامزد انتخاباته. اینجاست که بیننده بخت برگشته با یکی از کارکردهای ویژه دفاع مقدس آشنا می شود. ناندانی. دهکپکی با ضخامت تمام نشان می‌دهد که جوجه بسیجی‌های نکسوخته دیروز اکنون چگونه به خروس‌ها و خرس‌های پروار عرصه بخور تبدیل شده‌اند. حالا که تق این کاندید جبهه رفته درآمد، می‌رویم سراغ یکی دیگر از کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان که این هم یکی دیگر از نخبگان خدمتگزار نظام است و در کرسی‌های آزاداندیشی مشغول انجام فرایض ولایی. امروز اینجا نه قرمز نه آبی، یه پارتی، ببخشید یک میتینگ سیاسی. نمیدونین من چقدر شما جوونا رو دوست دارم. شاد باشید. حالا مهربون آقا بزن 4 ضربی پدر مادردار. آزادی اندیشه بدون قر نمیشه. Bach and his wife coming soon. تو به من
من حال میدی همه چی معلومه تو به من رای میدی من به تو حال میدم من به تو حال میدم تو به من رای میدی دیگه رو دادم زپرشک این یکی هم بله. پس سرمایه های نظام چه شدند؟ ده کپکی، یعنی در نظام مقدس جمهوری اسلامی که ام القرای همه جهان است، یک سرباز مؤمن مخلص حالا کمی هم مفلس ولایت پیدا نمی شود که تو کار خلاف و منکرات و قس الهازا نباشد. اینجاست که ده کپکی تکراری ترین آس همه فیلم های آبگوشتی دفاع مقدس را رو می کند. این شما و این جواد دیکاپریوی ریشدار که ارزش های ولایت را با کاندیداتوری تاخت نمی زند. آقا من پشیمون شدم از اینکه کاندید شدم. میفهمید؟ غلط کردم و گذاشتم برای همین موقع. باقی داستانم خودتون پیگیری کنید. کجا؟ میرم یه جا 2 واحد شجاعت پاس کنم که حداقل سر حرفی که زدم بتونم واسطم. لااقل اجازه بگیر که اینا فکر نکنن آقازاده ای داری از رانت بابات استفاده میکنی بدون اجازه از کلاس میری بیرون. اجازه؟ بفرمایید. همه منتقدان حرفه‌ای سینما فکر میکنند که بازی طبیعی هنرپیشه و دیالوگ‌های نو باعث تاثیرگذاری سکانس میشود، ولی دهکپکی با این سکانس نشان داد که بازی مصنوعی و دیالوگ کلیشه‌ای تاثیرگذاری بیشتری روی بیننده دارد. اگر باور نداری زنگ بزن 110. بعدن که رأی آوردیم جبران میکنیم. الو برادر منکرا، من دباغ کاندید هستم. گوشی خدمتتون، با منشی من صحبت کنید. منشی باباته. جد باباتته. الو برادر، سلام علیکم. برادر من از ستاد انتخاباتی دکتر مهندس دباغ تماس میگیرم. برادر بیایید ما رو از اینجا نجات بدید. یک عده جوان منحرف از خدا بی خبر دارن رفتار تهاجم فرهنگی میکنن، رفتار ددمناشی. ددمنشانه خانم چرا اینجوری میگی؟ همون. بله آقا، من از شما خواهش میکنم تشریف بیارید، یک اکیپ گشتم بفرستید اینجا. بله خواهرم توش باشه. چطور شد؟ اینکه 2 سکانس پیش داشت میگفت آزادی اندیشه بدون غیر نمیشه. آها بله، این نشان دهنده پیچیدگی هنری مقام عظمای ولایت است که هیچ منتقدی از آن سر در نمی آورد جز خود ولی فقیه 2 دوزه باز که از یک طرف با اکبر کوسه زهر میخورد، از طرف دیگر میمه و فهه و یهه را محاکمه میکند. اینجاست که هند بیننده در می آید. یزید تو با این تبلیغات دلواپسا. همه با هم هاشمی خوشگله مثل نگید اینو نگید. کاندید ما حاجیه صالح اخراجیه. زحمت بشه میخوام بشیم هوادارتون قبول باشه این سازا میخوام بیان تو حزبتون نگونم میشه آجی اگه رای بیاری همه چی هم میشه. حالا نمه اگه رای بیارم برای همتون سنگ تموم میذارم انشالله. اگه رای بیاره حاجی گیرینو سنگ تموم میذارم. قطع کن کپکی، قطع کن. از قدیم گفتند آنجا که کلام باز میماند موسیقی آغاز می شود، اما در فیلم های نظام جمهوری اسلامی موسیقی هم باز می ماند و اینجاست که فقط باید دلهای دلواپس را به روزه های یک بسیجی دلسوخته سپرد تا ما را با خود ببرد تا شانزلی شلمچه و هویزه. احسنت گفتیم اونقدر در میزنم این خانه را
تا ببینم لطف صاحب خانه را. گفت چی میخوای؟ گفتم در باز کن. گفت تا نگی که از در رو باز نمی کنم. آی مردم منم مجبور شدم گفتم لیلا در ما کن گوشی در ما کن هیچی در ما کردنه هیچی دبیا سینمای فرانسه و ایتالیا موج نو داره، سینمای نظام موجی نو. وقتی مداحای نظام هفتگیرکش میشن خب این هم میزنه به در بندری. ولش کن. حالا نوبت میرسد به سکانس برتر این فیلم، یعنی سکانس مناظره بین دو کاندیدای ملتزم به ولایت فقیه که در اوج اخلاق انتخاباتی با هم گفتمان ولایی میکنند. عزیزان من، همه چیز آزاد میکنم. هر چیزی که شما باش مشکل دارین آزاد میکنم. نه ارشاد، نه مرشاد، نه فرشاد، لعنت به هر چی کشدار. نه نسبت، نه اسمت، نه گشتی، نه مشتی، نه گشتی. جناب دکتر، از شما سوال شده که شما مسیر آزادی رو چطور باز میکنید؟ والا ما تو مسیر که می اومدیم که راه باز بود. بله اصولا من اعتقاد راسخ دارم که هیچ مسیری نباید بسته بمونه. من تو جبهه هم که بودم به بنده میگفتن راه باز کن. الانم اگر راه آزادی بسته باشه بنده راه آزادی رو برای شما باز میکنم. عجب کشف می‌کردم قربان. این خود نیستش میگن هاش ساله چاه باز کن. یه چیزی هست هاش ساله چاه باز کن. ایشون پشت به پشتشون میخوره به آقا محمد خان قاجار چاکن. ای سلطنت طلب. چاکندن بهتر از دباغ بودن. دباغ میکنی پوست مردم میکنی پدر مردم در میاری. کیسه کش برو کیست بکش. آقای کیسه کش برو کیست بکش. آقای کیسه کش. آقای دکتر خواهش میکنم. نمجون آج آقا گیرینوف دارن به من میگن که من کیسه کشم. من کیسه کش شما مردمم. من سفیدابم که مالیده میشه به شما و چرک فیتیله در میاد. من اونم. از آنجایی که تریپ مقام عظمای ولایت به مناظره نمیخورد و حتی در فیلم هم باعث تشویش اذهان عمومی میشود، بهتر است از همینجا فیلم را سر و ته کنیم و قضیه را فیصله بدهیم. منتقدان بر این عقیده‌اند که این شاهکار سیدعلی کار دهکمکی تصویر تمام نمایی از وضعیت آشوراش نظام را به نمایش گذاشت. خاک بر سرت کنن مقام عظما که دوربین رو دست این گاگول دادی تا دل و رودت رو سیاه نمایی کنه. رئیس باید حاجی باشه، خونشم که باید تو دیباجی باشه، ماشینشم که باید فراری باشه، تریپشم که نگو باید فشن باشه. گیرینو